ایران پارلمان اروپا خلاط ساخاروف پیشکشی ژینا امینی هاته کرن لجبر کوره به مالباتا و نه هاته داین که سردانا ستارسبورگ بکن صالح نیکبخت پاریزر مالباتا و لشون آوان خلاط ساخاروف ورگرد. خلاط ساخاروف خلاط مافی مروبه که هر سال یکی تو اروپا ده کسیان گروبین که دجی ظلم و زورداری رادو باستن و بروانی لآزادی دکن. با این سالف خلاط دانه ژینا امینی که ده 16 ماه نهی 2022 دا پیشتی که جالی پلیس اخلاق ایران به هات دست سر کرن لناوند کملی تهران پیشتی 3 روزان جیان خوش دستا. هر خلاط پیشکشی تفگر جن جیان آزادی جهات کرن که پیشتی جان جدستان ژینا امینی لروجدات کردستان ایران دست به خوپشاندانان ده بن و سلوگان ده هات کرن. هر یکش افسون نجفی و مرصد شاهینکار و نونرین تفگر جن جیان آزادی او خلاط ورگرتن. برای چند روزان دما که باو ژینا امینی خواسته بو ورگرتن و به خلاطه به ستارسبورگ ریل هاته گرتن. او یک بوسته دما نرازی بونا پارلمان اروپا و درخواست کردن که ایران ریل بروان نگره. صالح نیکبخت به ناف پارلمان اروپا دا گوتار دایکا ژینا امینی پیشکش کرد. دو گوتار دهات گوتن که ژینا بو سمبول آزادی و خمنا رزگاری جه جدایک بونا خود کردستانی گهانده سرانسری ایران و روژهلات کردستانی